سلام دوستان عزیز، انصاف علی هدایت هستم و با برنامه 24 از مهندسی جهل رو در خدمت شما خواهم. بدونید که مهندسی جهل برنامه قبل در موردش توضیح دادیم، یعنی یک سیستمی وجود داره که هم در دنیا وجود داره، در اغلب کشورها این وجود داره و هم در ایران بسیار بسیار شدید وجود داره و من تلاش میکنم که با افشای بخشی از این شستشوی مغزی که در مسائل مختلف و گوناگونی اعمال میشه یه شمعی روشن بکنم. این شمع رو نسل‌های قبلی پدران ترک ما در سراسر امپراتوری ترک ها در جهان این کار رو انجام دادن، اما این مهندسی جهل ما رو درون یک پیله گذاشته و این پیله سفید و زیبا ساخته برای ما و گفته که آقا جهانی به غیر از این وجود نداره. شما باید باور بکنید که تنها جهان موجود در اتمسفر اینجا همینی که شما داخلش هستید و ما چون باور کردیم، ذهن ما بر اساس اراده شستشویان مغزی و مهندسان جهل شکل گرفته، رنگ گرفته، فضاسازی شده، ما نمیتونیم در خارج از آنچه آنها به مغز ما چپوندن فکر بکنیم یا دنیا رو ببینیم، الا اینکه مثل اون شفیره‌ای هستیم که داخل اون چیز هست، داخل اون خانه پیش ساخته ذهنی پیله‌ای هستیم، مثل شفیره. اگر بخوایم از این خانه بیان بیرون و ببینیم جهان دیگری وجود داره که این رو به ما نگفتن و از ما پنهان کردن عامدانه و بر اساس یک منافعی ما رو از اون جهان واقعی که در پیرانون ما وجود داشته و هنوز هم هست، ما رو از اون محروم کردن تا به منافع خودشون دست یابن، باید این پیله رو بشکنیم، باید این خونه رو از یه جایی خرابش بکنیم، باید این جایی که در اون زندانی کردن ما رو، باید این رو از یه جایی خراب بکنیم. خب بعضی از دوستان خودشون به این آگاهی رسیدن و از یه طرفی این زندان رو، این جهان تنگ جهان بینی رو، این منافع تنگ بیگانگان رو شکافتن و بیرون جهیدن. این بیرون جهیدن از این شکاف ها میتونه راه های گوناگونی باشه یا مفاهیم و قاورام ها یا چی بگیم رفتارها، بینشها، خواستها، آرزوهای متفاوتی باشه. ممکنه یکی کارگری باشه، به خاطر منافع کارگران بیاد بپره از این بیرون، این زندان رو سوراخ کنه و بپره بیرون و ببینه که یه چیزی هست. یکی به عنوان اینکه من ترکم بر آگاهی پیدا بکنه، از این زندان بتونه بپره بیرون. یکی به عنوان اینکه عربه، یکی به عنوان اینکه سنی هست، یکی به عنوان اینکه ترکمنه، یکی قشقایی، یکی لره، یکی گیلکه، یکی بلوچه، اینا از این خانه بپرن بیرون. ولی کسایی که خودشونو صاحب خانه میدونن یا صاحب زندان میدونن و از این زندان منافع میبرن، سخته که از اینجا بیان بیرون، چون که منافع میبره و وقتی هر کدوم ما منافعمون در یه چیزی هست، خیلی سخته از اون بیایم بیرون.
کسانی میتونن علیه منافع خودشون عصیان بکنن که منافع خودشون رو کافی نبینن. ولی وقتی که من به عنوان یک معلم زبان فارسی یا هر زبانی یا هر رشته ای دارم در اونجا درس میدم و پول میگیرم، میرم دانشگاه، استاد دانشگاه هستم، میرم من ملا هستم، میرم بیمارستان پرستار هستم، دکتر هستم، کادر بیمارستانی هستم، میرم اداره کارمندم، میرم یه جای بانک کارمندم، میرم اداره کشاورزی، میرم برنامه بودجه و اینها، ما در اینجا خیلی سخته که این زندان جهل عمدی که دور ما ساختن رو بشکافیم بریم بیرون، چون که منافع ما داره تامین میشه. ما از اینجا یه پولی در میاریم که زندگیمون به اونجا وصله، خانمون، زن و بچه‌مون رو با اون اداره میکنیم، یا حالا شوهر و بچه هامون رو اداره میکنیم، با این پوز اجتماعی میدیم، کلاس داریم، دانشگاه رفتیم، درس خوندیم، مدرک داریم، به من میگن دکتر، به اون میگن مهندس، به اون یکی میگن آیت الله، به این یکی میگن رئیس، به این یکی میگن معاون، به این یکی میگن پلیس، به این یکی میگن کارمند بانک، به این یکی میگن تجزیه تحلیل، به این یکی میگن خبرنگار، به این یکی میگن وکیل، به این یکی میگن نماینده مجلس، به این میگن وزیر. خب منافع دارن همه اینها. این منافع رو زیر پاشون بذارن و علیه اون عصیان بکنن، معمولا اتفاق نمیفته، الا کسانی که اون منافع رو یا منافع خودشون ندونن یا ببینن که این منافع کافی نیست براشون و بخوان این یه جایی از این بشکنن و از این عبور بکنن، از این چهارچوب زندان، از این دیوارهای بلند زندان، از این خانه شیشه‌ای که برای ما ساختن، شیشه هم نیست، بتونی که برای ما ساختن، داخلش زندان شدیم، برن بیرون. وقتی پاشونو بیرون بذارن، حالا چی؟ ممکنه که برن خارج از ایران، یهو متوجه با یه جهان دیگری مواجه هستیم، اینجا یه چیزهایی هستش. خب بعضی وقتا وقتی از اونجا حتی میاد بیرون، فقط اون منافع شخصی خودشو میبینه. یعنی حتی ممکن از ایران بیاد بیرون، 50 سال 70 سال در خارج از کشوره، ولی هنوز تو اون زندان داخل اونجاست، داخل ایران. برای اینکه ما اون زندانی که اونا ساختن زندان فیزیکی نیست، ساختمون نیست، زندان داخل مغز ماست. ما این زندان رو با خودمون هر جا بریم میبریم. مادامی که ما این زندان رو در اینجا داریم حمل میکنیم، هر کجا بریم همین زندان رو با خودمون بردیم و همون زندانبان هستیم. چرا که یه منافعی، حالا دشمن یا اون زندانبان، چون منافع خیلی زیادی به دست میگیره، میاد از افرادی که حالا بنا به دلایلی نتونستن کاملا زندانیشون بکنن، مثل ترک ها در ایران، مثل عرب ها، بلوچ ها، ترکمن ها، قشقایی ها، لور ها، گیلک ها، مازنی ها و تالش ها، اینا میان از اینهایی که دیگه فارس نیستن یه تعدادی رو قهرمان میکنن، معروفشون میکنن، میبرن رادیو و تلویزیون، کتاب ازشون چاپ میکنن، مجله چاپ میکنن، مصاحبه میکنن، کنفرانس میذارن، سمینار میذارن، اینا اونجا هر چی دلشون میخواد میگن در راستای اون زندانبان، اراده زندانبان. اینها زندانبان های کوچولو هستن که زیر فرماندهی اون زندانبانان اصلی چیکار میکنن؟ زندان رو اداره میکنن. حالا مثلا در میان این 40 میلیون 45 میلیون ترکی که در ایران زندگی میکنن، سراسر ایران پخش هستن، 50 تا پانیرانیست وجود داره، 20 تا، کمتر شاید، پانیرانیست وجود داره. اینها رو اینها حتما استاد دانشگاه میشن، اینا رادیو تلویزیون میرن، اینا همه اینها صداشون خیلی شنیده میشه. به نظر میاد که آقا ببین فلانی داره مثلا با بی بی سی سر داره، اون از صدای آمریکا در سر در آورد، این از صدای فرانسه، این از صدای فلان. آقا همه پس همه ترکا مثل ایشون ترکه. و هر وقت اینا کتب آها من خودم هم ترکم، من خودم آذری ام، من خودم آذربایجانی ام، از این حرفا میزنن که انگار مثلا اینی که من ترکم اجازه و مجوز میده که من زندانبان باشم.
یا زندانبان حقه و حقش زندانی بشه ترک ها؟ چرا که من خودم ترکم، میگم که آقا زندان خیلی چیز خوبیه، ما اینجا زندان نیستیم، در اصل اینجا آزادی داریم، شما تصور میکنید زندانه. ما با یه چنین افرادی مواجه هستیم که این زندانباد میاد صدای اینها رو، تصویر اینها رو زیاد میکنه، آگراندیسمان میکنه، جوری اینها رو تبلیغ میکنه که صداشون به همه برسه. ولی در مقابل مخالفانی وجود دارن که از این زندان بیرون جهیدن، پاشون رو بیرون گذاشتن، عقاید افکار جدیدی رو متوجه شدن که زندان چیه و زندانبان کیه و چرا زندانی شدن. حالا میخوام به دیگران بگن که آقا چرا زندانی هستیم. صدای اینها که هزاران، ده ها هزار، صدها هزار نفر هستن هیچ وقت شنیده نمیشه، چون که این از زندان رهیده ها چیزی ندارن. که مثال بزنم براتون، وقتی که بردهداری در آمریکا لغو شد، خب بردهداران یا باید برده هاشون نگه می داشتن یا باید می جنگیدن با دولت. خب قدرت جنگیدن نداشتن، مجبور بودن این برده ها رو آزاد بکنن. برده ها رو گفتن آقا برید. گفت آقا کجا بریم؟ من که عمرم و 70 سالمه، 60 سالمه، 90 سالمه، برای تو کار کردم. نه من یک ریال پول دارم، نه کفش دارم، نه لباس دارم، نه برای وعده بعدی غذا دارم. کجا برم؟ کجا منو میفرستی؟ به من چه دولت گفته شما آزادید، شما هم که میخواید آزاد باشید برید. یا آدم آقا من میخوام بمونم، من میخوام برده باشم، آقا غذا بخورم، زنده بمونم، من نمیخوام بمیرم. نه آقا تو آزادی برو. این آزادی نیست، این آزادی نیست. اون هم نمیتونه آزاد باشه. در نتیجه شما الان میاید آمریکا مثلا میبینی بردهداری چند صد سال پیش، 200 سال پیش اینا مثلا لغو شده. حالا میاید آمریکا میبینی که سفیدها پول دارن، 99% سیاه‌ها کفش هم پاشون نیست، یا کفشای خیلی لباسای عجیب غریب پاره پوره و اینا. چرا؟ برای اینکه اینها از اینجا نه 1 متر زمین داشتن وقتی از اون بردگی رها شدن، نه نانی برای خوردن، نه لباسی برای پوشیدن، نه کفشی برای راه رفتن داشتن. نه اینکه حالا اینا رو کجا، کی به اینا کار بده کار بکنن؟ زندان یه چنین چیزیه. وقتی شما برای اون زندان میسازید، این زندانی چیزی نداره. حالا ما ترکا اومدیم چیزی نداریم در خارج از ایران یا در داخل ایران که صدامون به یه جای نه رادیو داریم، 10 ها رادیو داریم، نه 10 ها تلویزیون داریم، نه 10 ها 100 ها روزنامه داریم، در حالی که مثلا پانفارسیسم در ایران حداقل دارای 4000 روزنامه و مجله هست، حداقل دارای 120 کانال تلویزیونی هست، حداقل دارای 200 کانال رادیویی هست. حالا هر کسی رو میخواد میتونه اینجا بیاره و به عنوان افکار عمومی به انسانها. این هم یه بخشی از جهله، این هم یه بخشی از اون مهندسی جهله که نمیذاره مثلا صدای یه تعدادی، مثلا گفتم از میان عرب‌های 20 نفر، از میان لورهای 50 نفر 20 نفر، از میان ترکیه 50 نفر 20 نفر، نمیدونم از میان بقیه هم همینطور، اینها که منافعی در اون زندانبانی و مهندسی جهل دارن، اینها رو میارن بالا، صدا میدن، امکانات میدن، پول میدن، اینا رو دانشگاه میبرن، دکتر میکننشون، مهندس میکننشون، میکروفون دستشونه، رادیو تلویزیون دستشونه، انگار که اینا نماینده این ملت ترکن. هر وقتم این ملت بهشون فشار بده برای اینکه خودشو تبرئه، آقا من خودم آذریم، ولی آذری ها یعنی اینکه من حق دارم چون از اون زندان میگیرم، من قدرت رو دارم، حق دارم بگم آقا من آذریم و آذری ها رو تحقیر بکنم، من آذری ها رو زندانی بکنم، بگم زندان خوبه، این زندان نیست، شما تصور میکنید زندانه. و بر اون جهل عمدی به عنوانی که ترکم دیگران رو تشویق بکنم که آقا شما تو زندان بمونید. حالا من بر اثر یک حادثه ای، بر اثر حوادث مختلفی در این زندانی که دور من ساخته شده بود، در مغز من این رو با خودم می آوردم، شکاف‌های مختلفی ایجاد کردم. یکی از اینها این بود که مثلا دیدم
قانون اساسی در ایران قدرت رو داده دست یک نفر، بقیه هیچن. ملتی وجود نداره. ملت‌های یکی از اونها این بود، یکی از اون سوراخ‌ها این بود که دیدم آقا ترک‌ها رو میگه قوم، عرب‌ها رو، بلوچ‌ها رو، بقیه همه قوم هستن و اینجا از یه ملتی صحبت میشه که اون ملت فارسه، بقیه قومن. یعنی میگه قوم ترک، قوم آذری، قوم ترک، حالا اگه بگه قوم عرب، قوم عرب زبان، قوم بلوچ و فلان و فلان و فلان و ملت ایران. این ملت ایران چرا قوم نیست؟ خب اینم یه شکافی بود که در من افتاد. بعد دیدم من ترکم، اون فارسه، اینم یه قوم بود. بعد دیدم که من زبان اونها رو میخونم و زبان فارسی، زبان فلان و بهمان و آقا زبان ترکی هیچی نداره و اینا، اینم یه. بعد من دیدم که با یه کتابخونه آنلاین آشنا شدم به نام آذرباش کتابخانه‌ای و متوجه شدم که هنوز شاید 1 سال نشده با این کتابخونه آشنا شدم و متوجه شدم که حتی ترکترین انسانهای که من میشناسم تو ترکیه و ایران و آذربایجان اینا، دیدم که حتی اینها هم تو این مهندسی جهل بین المللی گرفتار شدن. ما نمیدونیم که مثلا فقط یه کتاب چاپ شده تو ایران که درش 17,000 جلد کتاب، نه اینکه جلد از یک کتاب، نه، 17,000 کتاب دست نوشته تاریخی که از 1000 و خرده‌ای سال پیش تا الان به زبان، تا الان که نه، تا مثلا دور اواخر عثمانی و قاجار نوشته شده، تو ایران در کتابخونه های ایران یا دیگر کشورها وجود داره. فقط در کتابخونه آیت الله مرعشی نجفی که کتاب‌های ترکی رو می‌خواستن منتشر بکنن، حالا جلد دومش چرا فقط جلد اول کتاب‌های ترکی رو، اسامی و مشخصات کتاب‌های ترکی رو منتشر کرده، نمیدونم چرا جلد دومش رو دیگه منتشر نکردن. در اونجا بیش از 200 کتابی که فقط در این کتابخونه خطی هستش و اجازه ندادن ما بدونیم نگهداری میشه. جناب آذرباش، این کتابخونه آذرباش 12,000 جلد کتاب خطی رو، دست نوشته تاریخی ترکی که در رشته‌های مختلف علمی هست رو اونجا گذاشته که میتونید دانلود بکنید، پرینت بکنید برای خودشون. خب حالا با دیدن این کتابخانه و با خوندن این متوجه میشیم که این که میگن زبان ترکی، همون گفتم زندانبانی که به نام مثلا سید جواد طباطبایی هستش که از بچه تبریز بوده، من خودم هم ترکم میگفته، ادعا میکنه که زبان ترکی رو میشه در نیم ترم آموزش داد. و من یهو متوجه میشم که در این الان این 24مین برنامه است، الان میریم یک کتاب جدید میخونیم، کتاب‌های دستی میخونیم که چاپ نشده تا الان، دست نوشته هست، حداقلش 200 سال، 300 سال، 500 سال، 1000 سال سابقه کار، هر کدوم سابقه نوشتن داشته، این نوشته شده بوده، اما ما ازش بی اطلاعیم. این رو عمدن ما رو چیکار کردن؟ عمدن ما رو جاهل آوردن که ندونیم زبان ترکی زبان مثل عربی، حتی شاید قدرتمندتر از زبان عربی در دوره خلفای ترک‌هایی که خلیفه بودن در جهان اسلام، در زمینه‌های سیاسی، حقوق، قرآن، تفسیر قرآن، ترجمه قرآن، احادیث، علوم اعتقادی و دینی، فلسفه، منطق، جغرافیا، تاریخ، علوم اجتماعی، قانون نویسی، ریاضیات، هندسه، فیزیک، شیمی، نجوم، جادو و جنبل، شعر و ادبیات. آقا هزاران، 10,000 جلد کتاب ترکیه کشف شده داریم. یعنی ترک ها تونستن اینها رو پیدا بکنن از کتابخونه های مختلف و لیستشو به دست جمع بکنن. الان ممکنه که میلیون ها کتاب وجود داره که به گفته آذرباش جناب این کتابخونه
حاضرباش جناب لاری میگه که حداقلش 1,700,000 جلد کتاب ترکی ممکنه وجود داشته باشه که ما ازش بیخبریم. هنوز تو خونه ها دارن خاک میخورن، تو بعضی از کتاب خونه های سری دارن دفن شده دارن خاک میخورن اینا. خب اجازه بدید بریم. دوستانی که در تلگرام هستید و در اینستاگرام، شما متاسفانه نمیتونید متن کتاب هایی رو که من دارم نشون میدم رو ببینید، اما دوستانی که از طریق یوتیوب من رو دنبال میکنن، به خاطر اینکه یه برنامه هستش که من تو کامپیوتر گذاشتم، میتونم مانیتور خودم رو به شما نشون بدم. الان همین دوستان دارن هم من رو ببینن هم این مانیتور من رو میبینن، در نتیجه میتونن کتاب ها رو ببینن. من الان میرم بخش دانلود که کتاب ها رو دانلود کردم و این تلگرام رو باز میکنم و از اونجا این علم معانی، یک کتاب جدیدیه که اگر یادتون باشه پریروز ما 3 کتاب دانلود کردیم از همون کتابخونه. منیری رو خوندیم، خیلی هم جالب بود. حالا عوامل فارسی رو بعداً میخونیم، اینو بخونیم، اینی که علم معانی این کتاب رو دوستان اجازه بدید بخونیم ببینیم که حالا این قبلی ها رو نشون نمیده. اوکی. معانی ترجمه است. حالا این میبینی که این در مورد جلد کتاب رو الان دارید میبینید. اگر دقت بکنید یه نقاشیه. این نقاشی دوران عثمانی هست. در دوران عثمانی یک نوع نقاشی ابداع شد که الان من میبینم در چین و اینجور جاها برای این قاب‌هایی که تلفن هستش محافظ تلفن باشه، اینها رو با اون روش دارن الان رنگ‌آمیزی میکنن. خب این چی بود؟ یه ظرف آب رو میذاشتن، با رنگ رو این آب میریختن، یه نوع رنگ، حالا نمیدونم چه رنگی، من اسمشو نمیدونم چون فقط دیدم یه بار از نزدیک در آموزش میدادن، من اون تو این کلاس رفتم دیدم ولی خب کار نکردم، در نتیجه با رنگش اسمش اینا آشنا نیستم. رنگ رو میریزن داخل این و اون شکلی رو که دلشون میخواد با یه قلمی، یه هر چیزی، یه مدادی، یه چوبی، این رو به اون شکل در میارن و بعد کاغذ رو به آرامی روی آب میذارن. این نقاشی که روی آب بود میچسبه به کاغذ رو به آرامی بر میدارن و اون نقاشی رو کاغذ هست دیگه. یه نقاشی 2 مرحله‌ای هست در اصل، اول روی آبه و بعد روی کاغذ منتقل میشه، یک نوع کپی برداری بسیار عالیه. حالا این نقاشی از اونه. از همینجا متوجه میشیم که این کتاب در دوره عثمانی نوشته شده و احتمالاً در ممالک عثمانی نوشته شده. اسم کتاب چی هست؟ علم معانی. در ادبیات عربی و در علوم اسلامی، علوم دینی اسلامی، برای اینکه یه اصولی رو این دانشمندان اسلامی طراحی کردن که بر اساس اون بتونن بفهمن. حالا اینو میخونیم. این کتاب 166 صفحه هست. خب علم معانی در مورد بیشتر، حالا میریم ببینید خیلی دقیقه، خیلی ریزه، چون که مثل فلسفه است، مثل منطقه یا از این دوتاست، مثل عقایده، یعنی خیلی جزئیات ریز ذهنی رو به شما میگه و اینها در جهان خارج احتمالاً وجود نداره. اینا فقط در ذهن شما و من باید وجود داشته باشه تا بتونیم مثلا درست حرف بزنیم، من بتونم درست فکر بکنم، درست بیان بکنم، درست افاده بکنم. خب مثلا این رو خیلی دقیقه
در ایران در این زمینه نمیدونم به زبان فارسی الان کتاب نوشتن یا نه در 100 سال اخیر، ولی قبلا به زبان فارسی تا اونجایی که من میدونم این کتابی وجود نداره. عربی هست. من در حوزه علمیه که درس خوندم همشو عربی بوده دیگه، بعد از اون کتاب معانی چیزی. حالا ببینیم چی میگه. بسم الله الرحمن الرحیم رو ما بگیم، برنامه رو اینجا آغاز بکنیم. یک کتابی هستش که 293 احتمالا میلیمتر ضرب در 205 میلیمتر، یعنی این طول عرض کتابه. نمیدونم، حالا احتمالا ابعاد نوشته برای همین گفتم. اینجا یه کلمه صحه یا صبح، احتمالا صحه. تعداد اوراق 80 برگه. وقتی برگ میگیم هر کاغذی که دو طرف داشته باشه یه برگ حساب میشه. وقتی میگه 80 برگ یعنی که 80 اوراق یعنی 80 ورق. ورق هم همون برگه. حالا bu عبد فقیر محتاجه. حالا اینجا خیلی کجه، من اجازه بدین خودم هم کج باید بشینم اینو ببینم. bu حقیر فقیر پر تقصیر از سید الحاج عبدالقادر المعروف به امیر خواجه کمانکش الاسکداری bu کتاب مستطابی mülkümden اخراج edip Üsküdar'da واقع والده عتیق جامع شریف شل شرطی ده وقف ایلدم چی طلبه علومیدن هر که من اختزا. حالا اینو در کتاب هایی که این آقا که خودش پزشک بوده به احتمال زیاد، اسمش سید حاج عبدالقادر هستش، معروف به چی؟ به امیر خواجه کمانکش اسکدار. این در اسکدار اسکدار یعنی کسی که قدیمی ها رو نگهداری میکرد. اسکداری یعنی یه جایی که اونجا مثلا اسناد قدیمی رو نگهداری میکردن. خب اسکی در زبان ترکی حتی مثلا قدیما بچه رو پمپرز نبود، این نمیدونم حالا تو ایران چی میگن، بچه ها رو چیز میکنن که این بچه خونه رو چیز نکنه، آلوده نکنه. این پمپرز رو در قبلا نبود. قبلا اسکی میذاشتن. اسکی چی بود؟ اسکی پارچه های کهنه بود که تو خونه استفاده میشد. حالا یکی بچه دار شده، از این پارچه ها ممکنه که بود کهنه های لباس مرد باشه یا زن باشه، یا اصلا برن بازار یه پارچه جدیدی بخرن بیارن. اینها رو اسکی میگفتن. برای چی؟ برای اینکه هم کهنه بودن و همین که برای یه چیزی مصرف میکردن که ارزش خاصی نداشت. در نتیجه اسکی میگفتن. اسکی یعنی کهنه، قدیمی. حالا این آدم گفته که من به شرط این کتاب رو میدم که وقف دارم میکنم به والده عتیق جامع شریفی، نه مسجد عتیق والده مسجد شریف. حالا یعنی به اون مسجد شریفی که اسمش هست والده عتیق جامع شریفینه. یعنی این شریف، یعنی این 4 کلمه اسم مسجده. ایشون به اونجا این کتاب رو وقف کرده. میبینی که از اول با همین اینم مهرشه. 544 هم احتمالا شماره کتاب هست. ببینیم 544 اینجا هم گذاشته. سل احتمالا سل ماغا. حالا این هر چی از اون بالا دیگه متوجه مهر نشدم. بریم صفحه اول کتاب. دوستان الان اینجا اون چیزی که من قبلا تلاش کردم یکی دو بار توضیح بدم رو اینجا میبینید. ببینید کتاب در زمان گذشته چون بسیار گران بود، کاغذ بسیار گران بود، نوشتن کتاب بسیار گران بود و همه نمیتونستن، هر آدمی که علاقه به خوندن داشت و اینا نمیتونست کتاب درس بخونه، برای اینکه خیلی گران بود، خیلی، چون که چاپ نبود که دستی باید یک کتاب رو مینویسن. برای همین وقتی یکی یک کتاب رو مینوشت دقت بکنید. در اینجا شما میبینید که الان این کتاب به 3 قسمت تقسیم شده. یه قسمت خود این کتاب در وسط میبینید با حروف عربی استاندارد نوشته شده. منظورم از استاندارد چیه؟ منظورم از استاندارد استفاده از 8 علامت که نشون میده این حرف چجوری باید خونده بشه، این کلمه چجوری باید خونده بشه. ما در عربی میگیم فتحه،
کسره، ضمه، ساکن، آ، او، ای و ساکن رو گفتم تشدید. این علایم رو روی کلمه حروف میذارن تا ما این رو بدونیم که چجوری باید بخونیم، صداش چیه این حرف. چون این حرف صدا نیست، اون صدا رو ما در میاریم. اون حرف نماینده و سمبل صدایی که ما باید در بیاریم یا بفهمیمش، وگرنه غلط میشه، معناش غلط میشه، خود کلمه غلط میشه. حالا اینو بعدن الان نشونتون میدم چه شکلی میخونم. این قسمت مرکزی که میبینید سفیدتر میان سطرها، این خود کتاب اصلیه. این بالا سمت راست و پایین صفحه رو که دارید نشون میدم و با مداد با قلم ریزتر و با فاصله بسیار کمتری نوشته شده و احتمالا اگه دقت بکنید کج هم نوشته شده، مثلا از پایین به بالا یا از بالا به پایین نوشته شده، یا در پایین میبینید اینجوری نوشته شده. اینجا جاهای سفید گذاشته شده برای خواننده کتاب. خواننده کتاب در گذشته مثل ما کتاب نمیخوند که تندخوانی بکنه، کتاب رو میخوردن، میجویدن، نشخوار میکردن، 10 بار قورتش میدادن، دوباره میآوردن بالا، دوباره قورتش میدادن، برای اینکه نقدش بکنن. کتاب رو نمیخوند که بگه من کتاب خوندم، کتاب رو میخوند که بتونه نقدش بکنه، بتونه بهش ایراد وارد بکنه، یا بتونه بهش اضافه بکنه، یا بتونه غلطهاشو ثابت بکنه، یعنی راه جدید باز بکنه. برای همین حاشیه کتاب رو، یعنی این گوشه هایی که میبینید رو سفید میذاشتن که خواننده فهیم در اونجا نقطه نظرات خودشو در مقابل کتاب یا در تایید کتاب یا در رد کتاب یا در رد اون سخن یا قبول اون سخن یا نقطه متفاوتی از اون کتاب رو اونجا بنویسه. لذا این کتاب رو میبینید الان مثلا هر کسی اینو خونده یه چیزی بهش اضافه کرده. نگاه کنید همه صفحاتشون رو نگاه بکنید، اینجوریه. حالا من میرم میبینید. حالا این کتاب میگه که به زبان عربیه، اصل کتاب به زبان عربیه. این چیزی که ما در این میخونیم اینه، این کتاب که در گوشه ها حاشیه کتاب هست کتاب ترکیش اینه. حالا بسم الله الرحمن الرحیم. حالا ما از کجا بفهمیم؟ من اینو بزرگش میکنم تا متن عربی رو بهتر ببینیم. خب دوستان ببینید، القسم الثالث من کتاب فی علم المعانی و البیان و فیه مقدمتون. قسم سوم از کتاب درباره دو علم، معانی و علم بیان. علم معانی و علم بیان و فیه مقدمتون. و در این کتاب سوم، این جلد سوم یک کتابیه که در مورد این دوتا علم صحبت میکنه. پس دوتا جلد قبلی رو ما الان نداریم دستمون، من نمیدونم کجا هست، شایدم آپلود شده باشه، شایدم نشده باشه، من نمیدونم. ولی این کتاب جلد سوم اون کتابیه که در مورد علم معانی و علم بیان داره چیکار میکنه؟ صحبت میکنه. این کتاب یه مقدمه داره. حالا ما از کجا بفهمیم که این القسم هستش، از ثالث هستش و الان این صدا رو شما از من میشنوید؟ از کجا اینو میدونید؟ شاید این القسمه، شاید من القسمه، شاید هم الثالثه یا الثالوسه، مثلا ثالثه، یا از ثلاسه، از ثالث مثلا. از کجا بفهمیم این الکتاب هست، کتابه هستش، یا مثلا کتابو نیستش، کتابا نیستش، کتابه نیستش، کتابه نیستش؟ از کجا بفهمیم اینو؟ این رو اون صدا رو روی حرفی که اونجا نوشته شده میذاره تا شما اون صدا رو در بیارید تو حنجرتون، تو این سیستم صوتی بدنتون، اون صدا رو بیارید بیرون، شنونده اونو بشنوه یا خودتون اونو درکش بکنید به اون معنا. در غیر این صورت یه چیز معنی دیگری داره میده. خب در بالا نگاه بکنید. من حالا بازم اینو یه ذره بزرگترش بکنم که بشه این ترکیشو بخونیم. در اینجا کتابی، کسی که این کتاب رو به ترکی نوشته، یعنی هم ترجمه کرده در اصل نوشته اینو.
گفته این دیگه بسم الله را نگفته، برای اینکه خود بسم الله اینجا وجود داره دیگه، این نیومده اینو بگه. قسم ثالث کتابدن، قسم ثالث اینو نوشت، عربیه، این عربیشو نوشت، گفتش کتابدن قسم ثالث یعنی مفتاح کتابیندن. مفتاح کتابیندن اسم کتاب اصلیش مفتاح بوده. قسم ثالث معانی ve beyan ilmlerinin beyanındadır. Yani ilmi meaninin ve ilmi beyanın beyanındadır. دقت بکنید. حالا اینجا اگر نگاه بکنید من در چند جا گفتم که علمlerinin اینجا که هست، مثل که نوشته شده ولی بدون کشیده اون که بالا که هستش مثل اون نیست، بلکه این مثل که نوشته شده، اینجا یه همزه گذاشته. در خیلی از جاها همین کشیدن هم داره. این در زبان ترکی به نام نون غنه هست، نونی که در اینجا تلفظ میشه، نه نونی که الان من میگم من این اینجاست، ولی این نون kitabının ya kitaplarının, elmilerinin beyanındadır. Yani ilmi meaninin ve ilmi beyanın beyanındadır. Ve bu kısmı saliste vardır, müqəddəmə vardır. Ve bu kısmı saliste vardır. Noktaya müqəddəmə vardır. Ilminin hadlerini beyan için. Hala اینجا دیگه مقدمه رو گفت، حالا میگه بیان الحدین العلمین و الفرض منهما و فصلان لضبط معاقدهما و الکلام فیهما. حالا هر کلمه رو اون بالا میاره، داخل یه حالت نقل قول میذاره و بعد معنی میکنه. علمینün hadlerini، hadleha yani hudud beyan için, yani ilmi meaninin ve ilmi beyanın hadlerini ve tariflerini beyan için. ببینید هم حدود علم رو هم تعریف علم، این علم معانی، علم بیان رو میخواد در اینجا بیاره. و دخی عرض بیان için همینجوری داره میاد دیگه. و البته اینجا گفته غرض، اینجا میگه و دخی عرض بیان için. دهی bunlardan غرضdır ve bunların talibe faydası nedir? Ani beyan için. Beyan içindir. Ani یعنی اون کلمه‌ای که شما به عنوان آن در زبان فارسی استفاده میکنید از زبان ترکی به زبان فارسی رفته. آنی بیان için یعنی اون در گذشته به او آن هم میگفتن در زبان ترکی. در زبان فارسی او نداریم، البته به ضمیر اشاره او نیست، او هستش. او یعنی او که در فارسی هست، دوباره احتمالاً از ترکی به فارسی رفته باشه. و آن چند تا معنی داره، حالا در قبلا گفتیم دیگه، اینجا زیاد نمیخوام روی این وایستم. Yani bunların غرض داره و bunların talibe faydası okey برگردیم دوباره. و dahi arz beyan için dahi bunlardan غرضdır ve bunların talibe faydasıdır, ani beyan içindir. خب bu ikisinden غرض و فایده nedir? ani beyanıdır. از این دو علم غرض این که این علم رو میخونیم چیه؟ نگاه کنید، سوال داره میاره. ما چرا یه چیزی رو میخونیم؟ من خودم راستشو بخواید خیلی وقتا نمیدونم چرا من مثلا رفتم، البته اینو میدونستم، نه اینکه نمیدونستم، ولی چرا ما میریم مثلا یک کتاب رو میخریم، چرا میریم یک کاری رو انجام میدیم؟ غرضمون چی هست؟ هدفمون چی هست؟ آیا به اون هدف میرسیم؟ اینجا میگه که غرض از کتاب چی هست؟ و دقیق bu قسم ثالثte 2 فصل vardır. همچنین در این قسم ثالث، در این کتاب سوم 2 فصل var. 1-2 عدده 2 فصل vardır. فصل یک کلمه عربیه.
چیزی که بین یه چیزی رو یا یه جایی رو به دو قسمت تقسیم میکنه. فصله. فکر بکن دیوار یه جایی رو به دو قسمت تقسیم، فاصله میندازه. حالا ما اومدیم در زبان فارسی به سال رو به 4 فصل جدا کردیم که یه چیزی اینها رو از دیگری جدا میکنه. یعنی زبان فارسی برای بیان فصل کلمه نداره. دقت بکنید، فصلی که در طبیعت ما تغییر طبیعت رو میبینیم، زبان فارسی برای بیان اون کلمه نداره. بگه آقا دیروز زمستان بود، حالا امروز رفتیم به بهار که در زبان ترکی یاز، یای، پاییز، قش این اسم فصل هست. نداره زبان فارسی. من نمیدونم، من ترکی رو میدونم که نمیدونم. ببینید من در عمرم 60 سالم الان. من تو این 60 سال شاید در عرض 20 و چند روزه که دارم کتاب ترکی رو، استاندارد ترکی رو دارم میخونم، ولی 60 سال عمرم رفته پای زبان فارسی. من حدود 13 میلیون کلمه نوشتم، شاید 12 میلیونش فارسیه. ممکنه که 10,000 تایی به انگلیسی باشه، بقیهش هم ترکی، مثلا 1 میلیونش مثلا به ترکی باشه، بقیهش به فارسیه. خب یعنی و این فارسی کوچه و بازاره، فارسی علمی و استاندارد و تخصصی نیستش، ادبی نیستش. زبانی که به شکل استاندارد، ادبی، تخصصی و علمی نباشه، این زبان کوچه و بازاره. زبان کوچه و بازار بسیار محدود و در حال مرگه. شما اگه بخواید یک زبان رو نگه دارید، باید اون تو دانشگاه تحصیل بشه، مدرسه تحصیل بشه، استاندارد بشه، علمی بشه، تخصصی بشه. ما الان میدونیم، یعنی من بر اساس اون 60 سال عمری که به زبان فارسی پای زبان فارسی هدرش دادم، متوجه شدیم که علم حقوق زبانش عربیه، فلسفه زبانش عربیه، حتی شعر فارسی مقررات و دستورش، آیین نامش عربیه، دستور زبان فارسی خودش عربیه. عرضم به حضورتون ریاضیات، فیزیک، شیمی، هندسه، جغرافی همش عربیه. ولی زبان ترکی الان من وقتی این کتاب رو در این 20 و چند روز گذشته دارم فقط یک چند صفحه‌شو ازش ورق میزنم، متوجه میشم که زبان علمه، زبان معانیه. حالا من نمیدونم این مشکل من بوده، درسته، من هم بوده، من هم مقصرم، اما من توی زندانی بودم که اجازه دسترسی به اینها رو نداشتم، حق دسترسی به اینها رو نداشتم، حق خوندن اینها رو نداشتم، حق آموزش به این کتاب‌ها رو نداشتم. من پان ایرانیستی بودم که فکر میکردم زبان ترکی در نیم ترم آموزش داده میشه. ولی الان که اینو دارم میبینم متوجه میشم که آقا زبان ترکی زبان علمه، زبان بیان دقایق علمی هستش. حالا این کتاب رو تا من میتونم ادامه بدم. ایچی فصل واردور. حالا اینجا یه علامت 3 گذاشته، ببینید در بالا یه جایی یک گذاشته بود، من فکر می‌کردم اون علامت اینجا یک گذاشته، من فکر می‌کردم این یکه، اینجا 2 گذاشته بود، فکر می‌کردم حالا یه اتفاقه. اینجا متوجه میشم که داره هم جمله ها رو تغییر میده، هم فاصله میذاره بین جمله ها با این عدد، هم یه کاری میکنه. برای این از کجا متوجه شدم؟ اینجا 3 رو دیدم و اینجا 9 رو دیدم. ببینید اینجا 6 از 7 داشته، حالا یه جایی باید 8 باشه، این اینجا 8، اینم 9. حالا بذار ببینیم چی میگه. پس یک چی بود؟ Bu ikisinden غرض و فایده نداره. یعنی اولین چیزی بود اینو میپرسه، غرض و فایده از این دو علم چی هست؟ علم معانی و بدی چیه؟ 2 و دخی bu قسم ثالثه ایچی فصل واردور. در این کتاب سوم 2 فصل هستش. 3 bu ikisinin، دوباره که رو نگاه بکنید، مثل بالایی دیگه ننوشت، اینجا اون کشیده که رو هم گذاشت. bu ikisinin muakidlerini beyan için
حالا اینجا یه چیزی هم اینجا نوشته که میاد پایین، یعنی تعلیق و گست ölünce yerleri بیان için. حالا اینجا اومده پایین، اینو خیلی خوب نمیتونم بخونم، یه مقدار قاطی شده اینجا. 4 و dahi کلن کلاملا بیانındadır. کلامون بیانındadır. این که دوباره نون آخره. و دقیق کلامون کلام یعنی چی؟ این چهارم اینه که خود کلام که میگیم یعنی چی؟ 5 فیه ما bu ikisinde yani ilmi maani ve ilmi beyanın hakkında olan kelamın yani bahsün beyanındadır. میگه که در بیان این کتاب در بیان این دو یعنی علم معانی و علم بیان در حق اینها کلام، چه کلامی هست چه سخنی هست درباره اون بحث میکنه. کلامون یعنی بحث، کلام رو به بحث تگ، کلام هم عربیه بحث هم عربیه فکر میکنم، حالا هر دوتا رو استفاده میکنه. بیانونده دور در توضیح اونه، بیان اینجا به معنی توضیح دادنه. 6 مقدمه تقدیری هازهی، مقدمه تقدیری هازهی مقدمتون دور، مقدمه دور. مقدمه تقدیری یعنی چی؟ تقدیر یعنی یه چیزی که پوششه، استتاری، مستتر. در اصل دو تا مقدمه داره، یه مقدمه‌ای که میگه آقا این مقدمه است، یه مقدمه‌ای که الان خودش میگه من یعنی داره یه چیزی رو میگه، این خودش مقدمه است، تقدیریه، یعنی ما باید متوجه بشیم که این داره یه مقدمه سازی میکنه برای یه چیزی. مقدمه تقدیری هازهی مقدمتون، این یک مقدمه است، مقدمه دور یعنی bir مقدمه دور. 7 بس اینو من نمیتونم بلس این چیه؟ مقدمه دور. 7 بیلسن احتمالا این بیلسنه یعنی که بفهمی این رو. حالا اونجا یه کلمه‌ای هستش حتما در متن که میگه باید اینو بفهمی. 8 تحقیق علم معانی، در مورد علم معانی یه تحقیق بکنه. 9 اول علم معانی kelamın terkiplerinin خاصelerini تتبع edip etmektir. میگه که در مرحله 9 علم معانی و کلامın ترکیبlerini، سخنی که من الان از زبانم در میارم یا کلماتی که کنار هم می‌نویسیم ترکیب کلام هستش. میگه اینها رو، این ترکیبin خاصelerini مخصوص olanlarını، حالا اینها رو نکته هاشو و فایدelerini تتبع etmektir. یعنی اونو تتبع etmektir، اون روی اون داره کار میکنه. حالا رفت دیگه 13. حالا این چیه؟ 13 نیست، چی بود بعدی؟ باید 10 باشه اینجا، حالا من متوجه نمیشم. افاده یعنی فایده حاصل. حالا این کلمات رو گفتیم دیگه، این متن چیز رو میاره اونجا دونه دونه توضیح میده و این خیلی کتاب جالبی هست در مورد علم بیان به زبان ترکی. بریم صفحات بعدی ببینید، این صفحه های بعدی رو هم میتونید ببینید، دارم نشونتون میدم کتاب رو. من برای اینکه خیلی رو این زوم نکنیم، من نمیخوام کتاب رو بخونم دوستان، میخوام نشونتون بدم که آقای سید جواد طباطبایی باید بیاد بگه که آقا میتونه این کتاب معانی علم و بیان رو که تو دانشگاه ها باید در زمینه درک معانی درست، ما تو روزنامه نگاری یه درسی داشتیم که فکر میکنم در 6 واحد درسی اینو ما خوندیم که دقیقاً همین معنی رو داشت توضیح میداد، اما به روش علم، مثلا علم جدید، مثلا نوشته دکتر محسنیان راد، اگر امیدوارم زنده باشه سلامت باشه، اگر مرده باشه خدا رحمتش بکنه. حالا این کتاب بسیار کتاب علمی و دقیق در مورد
چیز بریم یه مثلا اجازه بدید من برم به صفحه مثلا 20 ببینم که صفحه 20 اوکی بریم صفحه 20. این صفحه 20 رو بذارید بزرگش بکنیم که بتونیم بخونیم چی هستش. نگاه کنید التسلق به الى الاسطوری على السبب في انزال دب الغزة قرآنه المجيد على هذه المناهج ان شاء الله تعالی الفن الثانی. حالا من از اینجا باید بخونم چون این قبلیشو از اینجا باید بریم اون یکی قسمت رو بخونیم، باید از اینجا بخونیم که چی میگه. لیستد همک و همتک و استفراغ جهدک فیه بالحری الامکنک. حالا اینم بازم خطشو باید داده بکنیم بخونیم. حالا ولی این از همون جایی که این کتاب شروع کرده نگاه کنید، دقیقاً مثل این که یک کتاب رو گذاشته جلوش. من خودم هم گاهی وقتی میخوام ترجمه بکنم همین کارو میکنم، کپی میکنم اون مثلا انگلیسی رو، متن انگلیسی رو یا عربی رو میذارم توی یه صفحه. مثلا نگاه بکنید من این کارو میکنم، دوستانی که دارم میبینن من این صفحه رو باز میکنم. تو گوگل یه جایی هستش که شما اونجا ابزارهاتون جمعه، میرم این داک رو باز میکنم، داکیومنت رو از اینجا اینو باز میکنم، اون متنی رو که عربی هست یا انگلیسی هست میخوام بخونم اون رو کپی میکنم میارم میذارم اینجا. بعد زیر هر سطرش اون سطر بالایی که مثلا به انگلیسی یا به عربی ترجمه میکنم به اون زبانی که خودم میخوام. خب این باعث میشه این باعث میشه که حالا این برنامه دیروزی بود که با آقای اوگوستورک ما اجرا کردیم، دوشونوش فلسفه، در مورد قدرت صحبت میکردیم دیروز. به نظرم خیلی موضوع جالبی بود برای خود من. حالا ایشون هم اومده این عربی رو کلمه به کلمه نگاه کنید، اینجا از تسلیق شروع میشه، حالا نمیدونم این چیه، اینم اومده از تسلیق شروع کرده. تسلیق ممکن اوله، ممکن بشه، یعنی عالی علماق. حالا معنی کرده تسلیق یعنی چی؟ عالی علماق. و چغلو یا چغو یعنی زیاد، عالی و چغلو یا چغو. üç اینجا bunun ile yani istifra cehdi ile yani çalışmak ile. استفراغ که اینجا بود ما متوجه نشدیم، تو این صفحه قبلی بود. اون یعنی چی؟ میگه bunun ile یعنی استفراغ جهد ایله. جهد یعنی çalışmak. جهد خودش چیه؟ çalışmak. قبلا گفتیم که اون چیزی که به نام چالش تو زبان فارسی رایج شده اون از چال ریشش چاله به معنی ضربه زدن و ضربه زدن. مثل این که مثلا یکی حالا میخواد چال بکنه، باید یه چیزی ضربه بزنه اونجا چال بشه. خب چال مثلا میگیم چال یعنی بزن یه چیزی رو، مثلا ضربه به یه چیزی میزنی، این چالماقه. چالماق، چالشماق، چالش فعالیت بکن، چالشماق چالش یعنی فعالیت. حالا اینجا علل اصور، اینجا گفته اصور، حالت دیگه نقطه گذاشته جلاش، اینجا 4 نوشته بود. اصور ممکن olur. اصور یعنی ممکن olur یعنی مطلع olmağa و duymağa. نگاه کنید duymağa. حالا اینو برای اولین بار دارم من میگم زبان ادبی ترکی که نخوندن اینه بدبختی. اصور یعنی چی؟ یعنی ممکن olur، ممکنه، به معنی ممکن، یعنی مطلع olmak یعنی آگاه شدن و duymağa. حالا این دوتا کلمه رو من بهتون توضیح میدم. duymağa ما الان مثلا میگیم دویدوم، زبان ترکی در عثمانی یعنی ترکی امروزی میگن دویدوم یعنی شنیدم، متوجه شدم.
اینجا دویمقه. قدیم ما در زبان ترکی ببینید از کجا میفهمیم که زبان ترکیه بین ترکیه عثمانی و قاجار یکی بوده؟ از کلمات سختی که امروز در ترکیه حذف شده ولی در آذربایجان موجوده، مثل غ، المقه و دویمقه. الان حتی در زبان ترکی اینو میگن المق، الماق، دویمک، دویمک، دویمک. دویمک یعنی شنیدن، متوجه شدن، احساس کردن. خب در نتیجه وقتی تو این کتاب هست ما می‌بینیم که زبان ترکی عثمانی زبان آذربایجانه. به همین راحتی. سبب üzerine usur. سبب üzerine usur. سبب üzerine. حالا اینجا دوباره برمیگرده، یکی این که ممکن olur مطلع olmak و duymak. سبب olur هم از اونه، احتمالاً üzerine یعنی بر اساس سبب، üzerine یعنی بر اساس سبب. usur و مطلع olmak. olmağa. usur و مطلع olmağa. حالا اینجا عربیشو آورده، بذار ببین اینجا رب العزتی. رب العزتün inzalinde yani Allah Teala'nın indirmesinde sebep müttali olmak ve duymak mümkün öyle. میگه که این کلمه‌ای که انزال اینجا آورده علا سبب فی انزال رب العزته، قرآن مجید. خب حالا میگه که این آیه رو داره کلمه به کلمه میگه که اینجا که ما میگیم رب العزته انزالنده، یعنی در قدرت و اختیار رب، نزول اون در اختیار رب. انزال نزول کردن، انزال نزول انگار یه کاری خود به خودی انجام میشه، فاعلش مشخص نیست، فعل مجهول نیست، مصدره. ولی انزال که میگیم یعنی یکی اینو میاره پایین، فشار میده پایین. خب inzalinde yani Allah Teala'nın indirmesinde yani o büyük Teala buzurg yani اون خدای بزرگی که اینو indirme، من اینیرم یعنی پیاده میشم، مثلا تو ماشینم میگم اینیرم میام پایین. indirmesinde یعنی اونو پایین میاره. سبب مطلع olmak و duymak mümkün ola. میگه که سبب اون انزال خداوند، قرآن رو که انزال کرده، سبب اطلاع ما و احساس ما بشه. خب قرآن مجیدینی اون دوباره عربی رو قرآن مجید گفته بود. قرآن مجیدینی endirdükten sebebine müttali olmak mümkün ola. به خاطر اینکه قرآن رو آورده، پایین آورده، به اون سبب مطلع olmak mümkün میشه. Şu tarikler üzerine yani muktezای hali mutabık veya خود muktezای halün halünden üzerine halünün اینجا halalın üzerine ve dahi geçen gavaid üzerine ve gelecek gavaid üzerine endirdüküne sebep ne idüken gene edidüne müttali olmak ve duymak mümkün ola. Hala همونو داره. اگر الله تعالی dilerse ببینید الان ما نمیگیم dilerse، در تبریز میگیم آرزو ادرسه، یعنی آرزو بکنه. در گذشته به جای آرزو در ترکیه الان به کار میبریم دیلر میگفتن، از دل میومده. اگه دلت بخواد، دیلرسن دلت بخواد. کلمه دل ببینید از کجا چقدر زیبا استفاده میشه. دیلرسن، دل دو تا در زبان ترکی دو معنی داره. دل یکی این زبان این هست، یکی اون زبانی که زبان عربی، فارسی، ترکی که میگیم اونه، اونم دیله، اینم دیله. و یکی هم این üre.
به ürək هم دل گفته میشه. ikinci فن، حالا اینجا میگه که انشاءالله تعالی الفن الثانی، حالا رفت روی موضوع دوم. ikinci فن اینجا یک گذاشته بود، چی بود؟ انشاءالله اگر، burada نوشته بود اگر الله تعالی dilerse. انشاءالله معناش اینه که اگر الله isterse آرزو بکنه، dilerse آرزو بکنه. خیلی کلمه جالبه. تعالی الفن ikinci fen. الثانی ikinci fen oldu. حالا lima tegarrara و 3 حالا اینجا نوشته 3 وقتا kim احتمال میدم این وقت باشه یا چی هست. dikkata kim mügerrer olduysa ki dikkata kim. بذاریم ببینیم اینجا. من اینو دقت دارم میخونم ولی فکر میکنم که این باید ترکی باشه. من نمیدونم این کلمه یعنی چی، چون که kim میدونم یعنی به کی به معنی کی هستش. که دقتا kim mügerrer oldu ki mügerrer olduysa ki 4 تحقیق کلامون hüsnün müdadi yani mudavi ya müdadi yani kelam güzel olmasında müdadi yani duraydı halayiri ve sebebi. خب متاسفانه ترکیه من کوچه و بازاری است، نمیتونم اینو بخونم. حالا این کتاب رو باز صفحه 20 که حدوداً 40 میشه در کتاب اصلی، اونو یه مقدار خوندیم و متوجه شدیم که این کتاب چیزه. اینجا یک چیز قرمز نوشته، بذار ببینید توجه من رو جلب کرد. همیشه در این کتاب‌های قدیمی وقتی یه چیز قرمز می‌نویسن یه حرف جدیدیه. مبحث طی ذکر مسند الیه. حالا اینجا یه توضیح داده که مبحث طی، این مبحث طی ذکر مسند الیه هستش. حالا اینو بذاریم بره دیگه، بذارید ببینیم که این کتاب دوباره اینجا مهر واقف رو می‌بینیم که وقف کننده رو می‌بینیم. اجازه بدید ببینیم که بریم صفحه 50. اینجا نه، از ببینیم این از کجا شروع میشه. از اینجا کتاب فرمش عوض شد. ببینید چرا از کجا عوض شد؟ بذارید برگردیم ببینیم از کجا عوض شد. البته بذارید نریم اونجا چون این پایین 2 قسمت شد. من اینجا جالب بود. ببینید کتاب از اینجا، کتاب از یه جایی عوض شده، یعنی نویسنده اومده از یه جایی کتاب رو عوض کرده، خطش عوض شده و شیوهش عوض شده. اینو از اینجا مثلا ما این صفحه رو بخونیم. فی ذالک، حالا این کتاب اومده چیکار کرده؟ قبل در صفحات قبلی که خوندیم تا اون 50 صفحه‌ای که هر چند بود 40 بود اینا خوندیم، متن عربی رو داخل گذاشته بود در گوشه ها، هم متن عربی کلمه متن عربی رو، هر کلمه متن عربی رو نوشته بود و در مقابلش توضیح داده بود. از یه جایی که عوض شده، حالا نمیدونم کجاست، نمیخوام وقت صرف اون بکنم، اومده یه کار دیگه کرده. گفت آقا من از اینجا به بعد خودم متن کتاب رو هم عربیشو در متن مینویسم و هم ترکیشو مینویسم، حاشیه هم میذارم برای کسی که بخوام برای من حاشیه بنویسن. خب فی ذالک آنده یعنی اول عذابده. فی ذالک رو معنی میکنه یعنی در اون، آنده یعنی در اون، یعنی اول عذابده. حالا قبلا دیگه در مورد یه موضوعی صحبت کرده دیگه، میگه که در اون عذاب قبلا صحبت کرده بوده، احتمالا در عربی قبلی در صفحه قبلی در مورد یه عذابی یه چیزی صحبت کرده بود. اینجا مثلا میبینم یکون المعذب، این معذب رو اینجا گفته بود. حالا میگه در اون عذاب تأییدن الله تعالی دیجی olduğu halde Allah Teala deyici demek. مثلا ما الان اینو به کار نمیبریم که آقا او دیجیده، یعنی اون داره حرف میزنه، کسی که داره حرف میزنه یا گوینده یا سخن ایشونن.
اینو نمیگیم. کلمه الان از میان ما به خاطر اینکه ما زبان ادبی استاندارد و علمی و ادبی و ترکی تخصصی ترکی رو الان نمیدونیم در ایران، ترک‌ها در ایران نمیدونن، ما این کلمه مثلا دیجی بگیم که گوینده این سخن، اینو به کار نمیبریم دیجی. ولی اینجا در آثار قدیمی علمی و ادبی و استاندارد، البته این استاندارد استفاده نکرده، این استاندارد رو روی عربی ها استفاده کرده. نگاه کنید کلمات عربی که مثلا اینجا و یطلع، این مثلا اومده گفته صداها رو روی حروف گذاشته ولی روی ترکی نگذاشته. چرا؟ چون که این آدم گفته که عربی رو ترک ها نمیدونن. دقت بکنید، عربی زبان ترک ها نیست. ترک ها در مدرسه، در مکتب، در دانشگاهی که در اون زمان بوده ترکی رو خوندن، زبان ترکی رو به استاندارد زبان ترکی عادت کردن، صداها با حروف چجوری نوشته میشه و صداش چیه در هر کلمه، با اونو عادت کردن، چششون، گوششون، مغزشون عادت کرده. حالا چون با زبان عربی نیستن، آشنا نیستن، من کلمات زبان عربی رو با استاندارد می نویسم که درست بخونن، اما این دانشجوها، این طلبه ها، این öğrenci ها، اینها هم تو خونه، هم تو مدرسه، هم تو دانشگاه، هم تو حوزه، هم تو مکتب، هر جا که بگید زبان ترکی رو خونده، یاد گرفته. اون دیگه نیازی نداره الان که مثلا بیاد بعد 1 سال 2 سال 10 سال که ترکی رو خونده بیاد بگه آقا من میخوام این صداها رو روی حروف بذارید که من ببینم این حرف چه صدایی داره. دقت بکنید، برای همین استفاده نکرده. چرا؟ چون علم معانی و بیان علم ساده ای نیستش که مثلا طلبه‌ای که وارد حوزه علمی امروز میشه اینو بخونه. اینو سال 3، 4 یا 5 میخونن. من سال 2 شروع کردم به خوندن این. خب اینو در سالهای بالاتر، هرچه بالاتر برید کتاب قطورتری میخونید. اول کتاب خیلی نازکی رو مثلا 30 صفحه 40 صفحه 50 صفحه‌ای میخونید، بعد یواش یواش میرید بالاتر، هی با یک کتاب مثلا 1000 صفحه‌ای مواجه میشید که ریزه‌کاری‌های بیان و اینها رو بیان میکنه. حالا میگن که ملاها چرا خوب صحبت میکنن ولی مثلا ترک‌های ما، سخنرانان ما خوب صحبت نمیکنن؟ برای اینکه اون آموزش دیده. اون حالا بگیم دو دانشگاه دینی اومده سالها وقت گذاشته فقط علم معانی بیان خونده، حداقل 10 تا جلد کتاب در زمینه معانی بیان خونده، حداقل 500 ساعت نشسته با هم بحث کردن، هم تو زبان عربیش هم تو زبان فارسیش یا احتمالا تو زبان ترکی. ما که مثلا تو تبریز درس میخونیم، خب تو حوزه علمی تبریز ما عربی رو به ترکی بحث میکنیم، عربی رو که به فارسی بحث نمیکردیم تو حوزه علمی تبریز. متاسفانه حالا نمیدونم به چه وضعیت پیدا کرده. حالا میخواستم اینو بگم، مثلا ما الان تو تبریز این که بگیم یا شهرهای ترک‌ها در ایران نمیگن که سوزودین، اینجوری میگن سوزودین اودو، در حالی که دیجی اینجا الان به کار میبره. او آیه رو کی آورد؟ چی گفته اون رو؟ میگه الله تعالی دیجی اولدوغی حالیده، در حالی که گوینده سخن خدای تبارک و تعالی است. اینهو یعنی چی؟ حالا ببینید این کتاب اومده دوباره روی کلمات عربی خط کشیده، خط قرمز، که آقا این عربیه، این ترکی نیست. قبلی رو ما نمیدونستیم. قبلی اگه یادتون باشه که برم دوباره صفحه اول، اونجا من عربی رو با ترکی قاطی میکردم چون که هیچ کدوم استاندارد نبود. ولی اینجا اومده هم استاندارد کرده، هم این که اومده روش خط کشیده. متوجه بشید که این متن من نیست، نویسنده میخواد بگه این من ننوشتم، این از اصل کتابه، من دارم بهش شرح میدم. اینهو، حالا ترکیش چی میشه؟ تحقیق ادل فرعون، تحقیق اول، اینهو تحقیق اول یعنی محققاً او فرعون. حالا او چیه؟ فرعون. کان عالین، این از یه آیه احتمالاً داره استفاده میکنه، داره اونو توضیح میده در کتاب.
فرعون کان عالیا Ali idi minel musrifin. Ali idi musriflerden, sarf musriflerden ali idi. Yani müsriflerden alisi idi. Yani dünyada bir yermezi ve kafu idi. Kafer idi. Kafer idi. میگه مصرفlerden عالی idi. یعنی از در میان مصرف ها یه فرد عالی بود. یعنی مصرفlerin عالیسی idi. یعنی رهبر و سرور مصرفین بود. یعنی نیاده یرمز. این نمیدونم این یعنی چی. یعنی نیاده، مثلا این دیگه من میگم نخوندیم دیگه. یرمزی و کافری ایدی. حالا اینجا این نیاده یرمزی و یعنی چی نمیدونم. خب اینم بازم گفتم که اینجا قصدمون خوندن کتاب نیست، برای اینکه من در زبان ترکی کتاب نخوندم. فقط میخوام بدونید که حالا اینجا نگاه بکنید دوباره کتاب عوض شد. یه صفحه‌ای رو یکی اومده احتمالاً بهش اضافه کرده، احتمال میدم برای اینکه صفحه بعدی دوباره اینجوری میشه و حاشیه نوشته میشه و از اینجا هم دوباره خط عوض میشه. ببینید این خط دوباره که در بالا هم همین خط بود، این خط دوباره میاد اینجا. این کتاب این کتاب حالا احتمالاً فرض معانی بوده، حالا میخواد بره به بیان. خب این آخر معانی صفحه سفیدی بوده، یکی اومده اینجا نظرات خودشو نوشته. بازم به ترکی هستش، اگه بتونم بخونم. نمیتونم بخونم برای اینکه وقتی هم بزرگ میشه قاطی میشه، نمیتونم بخونم، ولی این به زبان ترکیه. فصیحش و تبدیل و میتونم هر از گاهی از این ور اونور بخونم برم که این چی هست. حالا این کتاب تموم میشه، کتاب بعدی شروع میشه، یعنی اون علم بعدی شروع میشه. اون هم اینجا دوباره ما اینو بزرگ بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد زاد الحمد دل ایله. الحمد زاد الحمد دل ایله ثنا و مدح دور تعظیم گستی üzerine. میگه که الحمد کلمه رو داره توضیح میده. اینجا حقیقت حمد نوشته. الحمد حقیقت حمدن زادل حمد دل ایله ثنا و مدح دور تعظیم گستی üzerine. که اینجا کر یعنی این کر روش یه خط کشیده، یعنی اینکه این عربیه. کر که نعمت تعلق ایلسون. پس این داره میگه که اول الحمد رو معنی کرد. الحمد حالا حقیقت حمدون زاد لحمد دل ایله ürek ایله دل ایله. دل اینه زبان. ثنا و مدح در. ثنا و مدح در حق چی؟ تعظیم گستی üzerine. به خاطر بزرگ داشت عظمت الله الحمد رو چیکار میکنه؟ به قصد اون که خدا رو چیز بکنه داره الحمد میگه. گر که نعمت تعلق ایلسون. کی نعمت تعلق و گر که این گر فکر میکنم حالا داره مینویسه، این نیست برای اینکه هی تکرار میکنه. این عربی نیست، این فقط احتمال میدم که این فقط برای جدا کردن جمله ها از همه به کار برده میشه. که نعمت تعلق ایلسون و چه غیریه تعلق ایلسون و şükür bir fiildir. Şükür bir fiildir ki mün'imin ta'ziminden haber verir. Mün'im olduğu için ki bu şükür dil ile olsun ve ki kalp ile olsun ve ki a'zai cevarih ile olsun. Pes hamdün moridi ölmez.
İlla dil ile olur. Ve müteallik nimet olur. Ve gayri olur. Ve şükür ki müteallik olmaz. İlla nimet olur. و این چیه نمیدونم، اینو صدا گذاشته بالاش و نوریدی و نوریدی dil olur ve gayri olur, gayrisi olur. Pes hamd şükürden a'ammidir, müteallak itibari ile ve ahassidir, murid itibari ile ve şükür aks üzerinedir. Yani hamdiden a'ammidir, مورد اعتباریله و اخص دور متعلق اعتباریله. و خیلی علمی رفت دیگه. این رفت داخل یه چیزهایی که اعم و اخص رو داره با صحبت میکنه. میگه شکر به یه دلیلی از یه جهتی اعم از حمده و از یه جهتی حمد اعم از چیزه و این یکی اخصه. این بحث میگم خیلی پیچیده علمی هستش که هر کسی توانایی خوندن این رو نداره و من تا اونجایی که خودم هم یادمه 90% ملاها اینو نمیتونن بخونن. خب این کتاب، حالا اگر یه ذره پایین میومدیم این چیز رو هم میدیدیم، این قرمز ها رو. حالا من از اینجا بخونم دیگه، یه قرمز رو یه ذره بزرگش بکنیم بذاریم اینجا که اینو مثلا از اینجا و کان القسم الثالث، این عربی هم استاندارد نوشته، یعنی صداهاش رو روی حروف گذاشته تا صدای حروف درست بیاد. و قسم ثالث اولوبسه و قسم ثالث اولوبسه من مفتاح العلوم اولدو عدلو مفتاح العلوم عدلو کتابیدن قسم ثالث. اسم کتاب چی بوده؟ اون گفتیم قبلی هم گفت مفتاح دیگه. یه اسم کتابی هست به نام مفتاح العلوم. در اون کتاب این مسائل اومده، این آدم داره اونو ترکی به ترکی ترجمه میکنه که حالا در داخل اون کتاب چند تا علم رو توضیح داده، اینم داره همون رو توضیح میده. مفتاح علوم عدلو کتابیدن قسم ثالث اولولیسه الذی آنجلین قسم ثالث که انجیلین میتونم اینو بخونم، انجیلین قسم ثالث چی؟ ولی این نمیشه انجیل نمیشه، انجلیس آنجلیس نمیدونم، آنجلیس نمیدونم این چی خونده باشه. ببینید به خاطر اینکه ترکی نخوندم دیگه، من با علم چند تا مشکل دارم در خواندن این کتاب ها. یکی این که زبان ترکی رو علمی رو نمیدونم، زبان استانداردش رو نمیدونم، زبان علمیش رو نمیدونم به ترکی، زبان ببخشید خط رو نمیتونم بخونم، با خوندن خط حالا چاپی باشه باز بهتره میتونم بخونم، غلطم بخونم میتونم لااقل بخونم. الان اینجا حتی نمیتونم بخونم برای اینکه این دستخطه و دستخط خوندن ما توان هر کسی نیست. من دارم یاد میگیرم یواش یواش، دارم الان 24 صفحه است که دارم فکر بکنه که روزی مثلا 1.5 ساعت دارم اینجا آنلاین وقت میذارم که این تخصص رو یاد بگیرم. خب حالا قسم ثالث که من صنفت الفاصل العلامه آنه فاضل، این فاضل آنه فاضل علامه تصنیفه صنفه الفاضل العلامه، این عربیش این میشه آنه اون رو فاضل علامه تصنیف ایلدی ابو ایوب. حالا من چیز میکنم کم او فاضل علامه ابو یعقوب، ببخشید ابو یعقوب دور، چی اسم اون ابو یعقوبه دور، یوسف کم ابو یعقوب یوسف دور، از سکاکی
آنن میشه، این هم میشه آنن. حالا اونجا که بالا نتونستیم گفتیم انجیل و از این حرفا، اون هم میشه آنن. آنن قسم ثالث. من اینجوری دارم میخونم، آنن فاضل علامه کی، آنن نمیشه. مثلا چنان آنجلین، یعنی آنجلیبن، یعنی این مفهومش متوجه میشم، یعنی مثل این که، یا اویی که باید بیاره، اویی که فاضل علامه ای که سکاکی الیه منصوب داره. حالا اینجا داره توضیح میده از نظر ادبی که این سکاکی مضاف الیه بر یوسف هستش. این آنجل، حالا متوجه میشم که آنجل بند آنجل چی هست، این یعنی چنان کسی که، یا چنان چیزی که، این به اون معنیه. اما ادبیشو، صداشو، استانداردشو نمیدونم، خب ولی معنیشو الان متوجه میشم. اعظم ما صنف فیه بو علم بلاغته و پنابمین علینده تصنیف اولونان. حالا اینجا رو یه ذره تو این خط یه خیلی مشکل پیدا کردم، چون باید با این خط، حالا این حالت نمیدونم نستعلیق چی هست، اینو باید یه مقدار خوند، باهاش آشنا شد. خب بریم اینجا دیگه اصل کتاب رو دارید میبینید. دوباره اینجا میبینیم که مهرشو زده اون واقف وقف کننده. اینجا احتمالاً آیه رو یه جایی کم و زیاد نوشته، یا اون عربیشو یه کم و زیاد نوشته، اومده اینجا کاملش رو نوشته که این خواننده کتاب بتونه اینجا کاملا ببینه اون رو. حالا این کتاب رو میبینی که به زبان ترکی در علم معانی و بیان چقدر زیبا. اینجا فکر می‌کنم قلم عوض نشد، نوع مداد فرق کرد. ولی ببینید این آدم خطکش نذاشته اینجا، ولی چقدر زیبا این اولشو آورده، چقدر زیبا این آخرش. البته بعضی جاها میبینیم یکم عقب مونده اینا، بعضی جاها جلو بالا رفته، ولی خیلی چیز نکرده. یعنی آدم ها چقدر هم خط رو درست نوشته، تو یه خط مستقیم هی نوشتن. این خیلی هنره که تو یک کاغذی که بدون خطه شما بتونید خط مستقیم بنویسید. البته در قدیم ملاها یک کاری که میکردن، بعدن ما فهمیدیم که در روانشناسی یک چیزه، وقتی به آخر خط میرسیدن دیگه مستقیم نمی‌نویسن، میبردن بالا. بعدها متوجه شدیم کسی که اینجوری مینویسه خودشو خیلی به خودش اطمینان داره، اعتماد به نفس طرف خیلی بالاست. اونو گفتن که خط رو بالا میبره، از خطی که داره راست مینویسه وقتی میره بالاتر، آخر یکی دوتا کلمه آخر رو میره بالا، یعنی این آدم به خودش خیلی اعتماد به نفس داره. حالا ملاهای قدیمی که خیلی اکابر حساب میشدن، اونها این کارو میکردن. بذارید ما یه چند صفحه با این تر بریم. یه مثلا الان 61 هستیم، بریم 71 72 اومدیم. 72 سوخته. اینجا یکی سیگار کشیده انداخته رو کتاب و کتاب رو سوزونده. ببینید این آدمی که وقف کرده بود گفته بود که به شرطی اینو کتاب رو به یکی میدید که ورق رو به خاطر این که میخواد فردا دوباره بیاد این کتاب رو باز بکنه تا نکنه، ننویسه، نکنه، خرابش نکنه، ارزم باشم جلدشو خراب نکنه، سفر رو خراب نکنه، چیزی ننویسه، چیزی روش نریزه. این آدم آورده سیگار کشیده آتیش زده کتاب رو رسما. حالا پشتش هم الان میبینیم، ببینیم که چه بلایی سر این کتاب اومده. نگاه کنید، صفحه قبلیشو سوزونده، صفحه قبلیش عمیق‌تر سوخته. این صفحه سوم زیرینه، این دومشه، این اون جاییه که
احتمالا ریخته. نه، این هم صفحه 2 قبلی، این اونجایی که سوخته اصلشه. حالا این بالاش احتمالا دیگه نسوخته باشه، امیدواریم. حالا از اینجا هم یکی دو تا سطر رو تلاش بکنیم بخوندن که ببینیم میتونیم بخونیم. اگر سوادمون برسه، سواد فارسیمون برسه که ترکی بخونیم خیلی عالی میشه. Bu etirazlardan cevap verdi. Şol ile sakaki ol şeyden biridir ve biz onrun terkini gördük. Ola gördük. Yani onların verdiği cevapları barmadık, yarmadık ve terk eyledik. Faidesi قلیل olduğu için. چون فایده چیزایی که جناب سکاکی گفت اونها رو ترک کردیم برای اینکه اونها جوابی که دادند چیز نبود. بارمادوک اینجا جالبه، جوابلری وردیگی جوابلری بارمادوک و ترک ایلدوک. بارمادوک یا وارمادوک احتمالاً امروز میگه نرسیدیم بهش، یعنی تحقیق کردیم به اون معنی نرسیدیم. بارماق الان ما بارماق به این میگیم انگشت، اما وارمادوک یعنی نرسیدیم بهش. این من فکر میکنم که الان که در ترکیه دارن میگن وارمادوک، این امروزی در قدیم با در ادبیات قدیم بارمادوک بوده. الله اعلم. بعد ترک کسایی که علم ترکی رو باهاش، زبان ترکی رو باهاش آشنا میتونن بگن که این کدومه. احوال المسند الیه. حالا در کلمات مثلا پدر من، پدر روستایی من، مثلا این کلمه رو، این ترکیب جمله رو داره توضیح میده که این پدر چه معنی داره، اینجا چه جایگاهی داره، این روستایی چه جایگاهی داره، یا پدر قد بلند مسلمان من. نگاه کنید اینها، این چهارتا پدر قد بلند روستایی من. ببینید چند تا کلمه داره یک آدم رو توصیف میکنه. پدر قد بلند روستایی من. خب این 5 تا کلمه نسبت به هم در جمله چه حالتی دارن؟ داره اینو توضیح میده. احوال المسند الیه. Bu bab müsned ileyhin beyanı babidir. Yani şul emrlerin beyanındadır. Müsnedün ileyh ariz olurlar. Müsned ileyhi olduğu haysiyetten ve musannifun ileyh ya musnafun ileyh babini müsned babi üzerine takdim eyledi. Şul için ki yağınca hakda gelir. Yağınca yani چی؟ نزدیک. الان ما یه کلمه داریم به معنی یاغ، به معنی روغن. یاغ. یاغش به معنی بارون. یاغ به امر بارونه. یاغ. حالا یاغ رو از یه چیزی میگیرن. حالا من از نظر معنایی فکر میکنم که یاغش و یاغ اینی که داره از یه چیزی میاد پایین، شیر رو میدوشن میاد پایین، و یا از شیر کره رو میگیرن میاد دست نمون میاد، از اونجا اینها رو به هم وصل کردن. احتمال میدم که اینها به خاطر اونه، یا نعمتی که داره میاد پایین، نعمتی که ما داریم از شیر میگیریم یا چیز رو، شیر میاد پایین اینجوری میدوشن میاد پایین مثل بارون، و ازش ما دوباره یه چیز رو برداشت میکنیم. همونطور که آب رو از آسمان دریافت میکنیم، از شیر هم یاغ رو دریافت میکنیم، روغن رو دریافت میکنیم. یاغ منظور از روغن هم روغن حیوانی هستش، نه روغن گیاهی که به اون میگن نبات یاغه. یعنی نبات یعنی گیاه، یاغ هم که روغن. خب
حالا اینجا دیدید که دوباره اینجا خیلی داره خیلی علمی و ادبیات وارد شده، مسند و مستند الیه و اینا رو داره صحبت میکنه که فکر میکنم از حوصله 99% جمعیت خارجی. خیلی تفاوت. حالا نگاه کنیم صفحه رو دیدیم که اینجا چجوری سوخته. صفحه فکر می‌کنم دیگه صفحه بالایی نسوخته باشه، چون که روی این صفحه سیگارش افتاده، آدم یا خوابیده یا اینکه رفته یه جایی سیگارشو گذاشته اینجا رفته و این کتاب افتاده. ببینید این صفحه بعدیه، کتاب رو اینجور باز کرده بوده، اینجا گذاشته سیگار رو، یا هرچی آتیش هرچی بوده نمیدونم، احتمالاً سیگار نبوده، مثلا زغال بوده، نمیدونم، در اون زمان ممکنه سیگار نبوده باشه و سیگار چیز بود. ولی صفحات قبلی رو ببینید، این صفحه اصلیه افتاده سوخته، این صفحه سوراخ شده، این صفحه هم که احتمالا این صفحه روییه، احتمالا این صفحه روییه برای اینکه کاملا از بین نرفته، این صفحه کامل از بین رفته. اینا هم که دیدیم که چقدر آسیب دیده. متاسفانه این کتاب به این ارزشی و قدرتمندی رو یه آدم مثلا عالمی اومده به چه وضع و روزی انداخته. خب من تقریبا دارم میرسم به صفحه آخر کتاب. ببینیم این کتاب رو چه کسی نوشته. اول کتاب رو که خوندیم متوجه نشدیم ترکی رو چه کسی نوشته، عربیش رو که متوجه شدیم که چه کسی نوشته، اسم کتاب رو هم متوجه شدیم. ولی اینجا ببینیم که آیا میتونیم در این کتاب یک چیزی پیدا بکنیم که این رو برای ما بگه که در چه سالی و چه کی نوشته شده. للتقلیل و با خود و یا خود سند الیه مسند الیه نکره ایراد ایلمک تقلیل چون در نحو قوله تعالی الله تعالی قول شریفی که و رضوان من الله اکبر و الله تعالی'den aracık rıza büyüktür. Aracık rıza büyüktür ve fark ta'zim ile teksir babinde ve fark ta'zim ile tekrim babinde fark tahkik ve ta'zim şanun irtifai hasab ile dür. Vazife ve tabaqanın ülüv hasabi ile ve teksir ise kemiyat ve megadir itibariledir. Ol kitap ve megadir این دیگه اینجا شد کیات ol کتات و مقادیر دخی با تحقیق اوله netkim yani necekim netkim ebel ve gınem de olduğu gibi ve yahut takdir öyle nekim ve rizvanullahi minallahi lafzında olduğu gibi ve böylece seneddür yani ta'zim ve teksir kibidir. تحقیر و تعلیل دخی یعنی تحقیر. این ادامه داره این کتاب ادامه داره. اینجا کتاب تموم میشه ولی کتاب ناقص مونده، رفته به جلد 4 و متاسفانه ما با اسم نویسنده و تاریخش آشنا نشدیم. ببینیم در این صفحه‌ای که سفید بوده یکی بعداً نوشته چی گفته. بیت، اینجا یه بیت گفته، اینجا مصرع hile ile gördükle aşık ruh mahbubini hile ile gördük de aşık ruh mahbubini göz grasen halledip ondan benzer mektubini yazar mektubini göz garasın halledip ondan yazar mektubini. چقدر زیبا، خیلی شعر جالبیه. بذارید اینو خوب حالا متوجه شدم چی هست قضیه.
gördüm فکر کنم gördüm سه یا gördüm چه عاشق روح محبوبینی، با حیله اگر عاشقی روی معشوقش رو دیده، جز گراسın حل edip ondan yazar mektubini. میگه این سیاهی چشمشو حل کرده و با اون داره نامشو به معشوق مینویسه. چقدر زیبا. خیلی آقا زبان ترکی چقدر. Göz karasın halledip ondan yazar mektubini. Misra hadisidir. Hadis در درد مشتاقی به صد دفتر نمی گنجد. اینجا چیز کرده، فارسیشو نوشته حدیث درد مشتاقی به صد دفتر نمی گنجد. اینم مصرعه. اینجا بیت گفته بود به ترکی، اینجا چیز. ببینید چقدر این اومده معادل ترکی شعر رو تلاش کرده بیاره دیگه. حدیث درد مشتاقی به صد دفتر نمی گنجد. حالا اینو ببینید این چه چیز داره با این göz karası halledip ondan yazar mektubini. و خیلی عالیه این معنا. اصلا حیله جرمکله عاشق روح محبوبینی، حیله میکشه که بتونه ببینه محبوبشو. اینجا چی گفته؟ ای صباح بلی. حالا اینا دیگه قطعه عربی و فارسی و demiş sırayla yani بیوری yükselice. حالا اینجا دوباره یه چیزی آورده، ببینیم چی هست. یا نسیم الصبح سر منی الا. اوکی این عربیه. یا نسیم الصبح سر منی الا دوز العلا حاملا جسما نحیفا من بیاریج الجوا این ضعیفی کرد. او نه اینجا دیگه چیزه. از ضعیفی گر تنم را بر نمیداری، چیز به تن قلب و سبا کاملا از صهوا و نیران الهوا. این مثل اون شعرهاییه که حافظ و سعدی یک بخشش به فارسی یه بخشش به عربی، مثل اونه. باغ جانم ماند بی برگ و نوا و سال و هجر. فکر میکنم اینجوری باشه. سعداتیش اشکو الیکم طول ایام النوا. حالا اینم از اون. جانم باقی قلده، یعنی نعمت و تو. حالا اینها رو هم اینجا این وسط این چیزایی که نوشته دوستان، اینا هم ترکی اونه، داره ترکیشو توضیح میده. شدت در به تاریج، این به شدت در قلبین حرارتی و سنرادر. اینجا رو نوشته باغ جانم باقی قلده. اینجا باغ جانم ماند، باغ جانم باقی قلدی، یعنی نعمت قطعه ارزی. والا اینجا رو دیگه نمیتونم بخونم، ببخشید. وددت لدی العباد سواد عینی. اینجا اون بالا که ترکی نوشته بود که سیاهی چشمم رو حل کردم باهاش مکتوب دارم می نویسم، فکر میکنم این اونو آورده اینجا، یا این عربی اونو گفته یا اون اینو گفته، نمیدونم. حالا این وددت لدی العباد سواد عینی من الاشیاق لوازه مدادا فاکتب منه رقعة اشتیاقی فیبلغ من جمالک ما ارادا. اونجا مدادا بود، اینجا ارادا. خیلی جالبه. دهی هادیم ایراه همتی ده ها. اینا یه چیزیه دیگه، اینا احتمالا اون حروفیه که من
معنیشو نمیدونم اینجا. خب دوستان، امروز با یک کتاب در مورد در زبان ترکی آشنا شدیم که به زبان ترکی هستش. بگیم در ترجمه و توضیح کتاب المفتاح چی بود اسمش، اون رو داره در چند جلد به ترکی ترجمه و تشریح میکنه، در چند جلد. ما با جلد سوم اون مواجه شدیم که ناقص موند و جلد 4 داره. حالا فکر بکنید که این که خودش 166 صفحه هست، هر کدوم این 3 تا قبلی هم 166 باشه، 2 تای قبلی و بعدی ها هم هر کدوم 166 باشه، ببینید که چقدر این کتاب. البته اگه بتونیم اسم کتاب رو یه بار دیگه ببینیم، نمیدونم اونجا کجا بود که ما این کتاب رو صفحه یک صفحه بود، حالا میتونیم اون رو گوگل بکنیم پیدا بکنیم ببینیم که اصل کتاب که عربیه چند صفحه هست، نویسندش چیه، جرده تاریخی بوده، ولی این رو متاسفانه ما متوجه نشدیم که اینجاست. اینجا بود، گفتیم ببینیم که اینجا اون کتاب رو از کجا گفت نوشتیم. حالا من دارم چون قبلا یه بار خوندیم اینجا، دارم تندخوانی میکنم که ببینم میتونم اون کلمه رو پیدا بکنم. متاسفانه ببینید حاشیه در موردش چی میگه. احتمالاً تو حاشیه باشه، ولی حاشیه هم به قدری ریزه که نمیشه خوند. نه نمیشه خوند. به هر حال خیلی متشکرم و در 3 دقیقه خلاصه بکنم. دوستان، امروز در زبان ترکی یک کتاب تخصصی علمی استاندارد در زبان ترکی رو خوندیم در موضوع بسیار غامض و پیچیده علم معانی و علم بیان. این کتاب یک کتاب اصل عربی هست که به ترکی ترجمه و تشریح شده. یعنی اون کتاب علم معانی و بیان اصلش عربی هست، در اینجا این رو به ترکی هم ترجمه و هم توضیح داده، کلمات رو، تک تک کلمات رو. و این علم بسیار تخصصی، بسیار خسته کننده هست. من اینو خوندم و چون خیلی هم متوجه نمی شدم این مسند و مسند الیه و اینا اینجور چیزا، من اصلا تو اینا خیلی خوب نبودم. نه اینکه خوب نبودم، به هر حال یه چیزایی میدونستم دیگه. الان میتونم مثلا در سطح دانشگاه درس بدم، اگه قرار باشه این چیز باشه میتونم در سطح دانشگاه درس بدم. حالا خودمونم اینقدر دست کم نگیریم. به هر حال زحمتی کشیدیم، سالها درس خوندیم، کتاب خوندیم، اینها رو خوب پاس کردیم. در حوزه علمیه قرار بود من آیت الله بشم، مادرم میخواست من آیت الله بشم، نشدم چون که یک روحیه عصیان. حالا این کتاب بسیار دقیقه، بسیار ریزه، بسیار سخت خوندنش. در زبان فارسی قطعا یه چنین کتابی در 100 سال قبل وجود نداشته و ما نخوندیم، ندیدیم، تو حوزه علمی هیچ وقت بحثش نشد که یک کتاب فارسی در این زمینه هست. همه کتاب ها عربیه. ولی در ایران حتی ما در حوزه تبریز که داشتیم این کتاب رو میخونیم، به ما نگفتن که آقا یک کتاب ترکی هست در این زمینه. یا اونها هم نمیدونستن، جاهل بودن، یا اینکه میخواستن فقط عربی بخونن ولی به ما نگفتن ترکی. من فکر میکنم جهل مطلق بودن، فقط عربی میخوندن، فارسی هم نبود. گفتن فارسیش هست، نگفتن ترکیش هست. این هم هست. اما الان ما متوجه شدیم در یک کتابخونه‌ای در یک جایی از تاریخ ترک‌ها کتاب‌های بسیار دقیق و ظریف و سخت عربی رو و اونهایی که شما اینا در جهان خارج نیست. من وقتی میگم
حرفی که ما روی کاغذ میکشیم اون یک قرارداده برای اینکه اگر اینجوری بنویسیم بگیم این سینه، اگر بالاش 3 نقطه بذاریم بگیم این شینه، اگر مثلا همون رو یه ذره اینجوریش بکنیم و بنویسیم بگیم این ساده، اگر نقطه بذاریم بشه زاد باشه، اگر یه اینجوری روش بکشیم بشه اون هم یه زای دیگه بشه و اینها. این قرارداده، صدا نیست، حرف نیست. حرف و صدا چیزی که از جهازهای صوتی ما میاد بیرون، شما میشنوید حرف و کلمه عبارت از اونها و صدا عبارت از اونهاست. شما صداها رو میشنوید، نه حروف رو، نه اون حرف رو. ولی وقتی میخواید این صداها رو تبدیل بکنید به یه چیزی که بشه به دیگران بخونن، روی یه قرارداد اجتماعی میرید اونجا، یه رسمهای روی کاغذ میکشید که قرارداد کردیم همه روی این رسم به خصوص که اینجوری نوشته میشه، زیرش هم یه نقطه هست، بگیم جیم، ج. خب این قرارداده، اما اون صدایی که الان این ج باید بده چی هست؟ ج، ج، جو، جو، جی، جی، آ، ج. این رو باید استانداردش بشه. حالا این عقلی هست، اینجا هست، تو جهان خارج نیست. حالا این که اینجا بیاد بگیم که پدر قد بلند روستایی من، این کلماتی که 5 تایی که پشت سر هم اومدن تا یک آدم رو بگن این کی هست، اون کلمات نسبت به هم چه ارتباطی دارند. این پدر قد بلند من روستایی من، اینها نسبت به هم، این 5 تا چه جایگاهی در زبان و مغز و ادبیات دارن. اینها یه بحث‌های عقلی بسیار سخت تصوری هستش که باید در ذهنتون تصور، در جهان خارج وجود نداره. شما باید این رو در ذهنتون حالا این علم به این سختی که به زبان عربی بیان شده، توضیح داده شده، چون زبان عربی، حالا یه عالمی گفته که زبان عربی بچه زبان فارسیه. حالا زبان فارسی که خودش بچه مادر این زبان عربی بوده، نمیتونه یکی از اینها رو توضیح بده. حتی نمیتونه بگه که آقا این مثلا ابتدا و نمیدونم این مسند الیه، این چی هست، این نسبت به هم بگه و باید از عربی استفاده بکنه تا اینها رو بگه. این زبان چطور میتونه باشه؟ به هر حال زبان به این سختی رو و غیر فیزیکی رو و تماما عقلی، مجرد و معنا رو، معنا یعنی اینجا هستش دیگه، ما چیزی نداریم که دست روش بذاریم، اینها رو زبان ترکی توانایی بیانشو داره، آموزشش دادن. تو ادبیات زبان ترکی، یادگیری زبان ترکی وجود داشته، ولی به ما اجازه ندادن. ما رو در یک زندانی از جهلی که عمدی بوده ساختن تا منافع یه عده‌ای تأمین و تکثیر بشه، جاهل نگه داشتن، زندانی کردن. و ما برای اینکه از این زندان خارج بشیم باید با این کتاب‌ها آشنا بشیم و بدونیم که زبان ترکی زبان دقایق فکری، مغزی، عقلیه. میتونه جزئیات بسیار ریز عقلی رو زبان ترکی توضیح بده. و اینکه ما فکر میکردیم شاهان ترک فقط در خدمت یا ترک ها در خدمت زبان فارسی بودن، این هم یه جهل مهندسی شده است که به ما بگن آقا شما زبان نداشتید، زبانتون ارزشی نداشت، شما چیزی به زبان خودتون نداشتید. و ما ترک های حتی ترکیه و آذربایجان و ترکمنستان و اینها هم به خاطر که تحت این اتمسفر جهانی که علیه ترکی بوده که شکست خورده بودن مونده بودیم، باور کردیم و پذیرفتیم. الان استادان دانشگاه در ترکیه و اینور اونور وقتی صحبت می‌کنن، آدم، من با خوندن این کتابا شاخ در میارم که این استاد دانشگاه در ترکیه هیچ وقت نرفته ببینه تو این کتابخانه. حالا این کتابخانه کجا بود؟ این کتابخانه تو اسکدار، گفتش کیسه دیگه، اسکدار استانبول. بره این کتاب رو ببینه. آقا پدران ما در این زمینه کتاب نوشتن
و از این جهل رها بشه. به هر حال کتاب بسیار سختیه، به زبان ترکی ترجمه و تشریح شده. این نشون میده که زبان ترکی بسیار قدرتمنده. زبان فارسی نمیتونه اینو ترجمه بکنه، نمیتونه بگه من 60 سال از عمرم رو تو زبان فارسی صرف کردم و هیچ کتابی در زبان فارسی این توانایی رو که زبان ترکی داره نداره. بسیار متشکرم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. روز دیگر با یک کتاب دیگر در زبان ترکی تخصصی ادبی استاندارد علمی به خدمتتون خواهیم رسید تا این دیوارها و زندانهای جهل مهندسی شده‌ای که اطراف ما رو گرفتن تا ما نتونیم از اینجا خارج بشیم رو یه شکافی درش باز بکنیم و از اینجا خودمون نجات بدیم، بریم بیرون تا جهان رو از یه زاویه دیگری که ترک های پدران ترک ما نگاه میکردن از اون زاویه ببینیم تا بتونیم دوباره برگردیم و امپراتوری بسازیم و قدرت بسازیم و به قدرت بدل بشیم. من نمیتونم به فارس ها، به انگلیسی ها، به آمریکایی ها خورده بگیرم چرا قدرت ساختید، چرا امپراتور شدید، چرا جهان رو دارید اداره میکنید. حقشونه. هر کسی که این کار رو کرده حقشه. هر کسی که شکست خورده داره تسلیم شده اونم حقش همونه. ولی من فکر میکنم حق من این نیست. من تلاش میکنم بیدار بشم، تلاش میکنم قدرتمند بشیم، تلاش میکنم هممون بیدار بشیم، هممون قدرتمند بشیم، هممون رفاه داشته باشیم و هممون به یک قدرت جهانی قابل رقابت با قدرت‌هایی مثل چین در 10 سال آینده، مثل آمریکا، مثل روسیه، فرانسه، آلمان و اینا، ژاپن، اینا بشیم. با امید اون روز. روزتون خوش.